Hello everyone, welcome to our channel. How are you? How is it going? Are you okay? This is lesson 40 from English in 99 days. Conversation 25 about what time is it? How we ask about time when we late. Yes. خب برای کسانی که زبان انگلیسی رو نو شروع کردن یا که بار اول ببینن ویدیو رو سلام میگیم و خوش آمدید به کانال ما. درسی چهلم است از سلسله درس های انگلیسی در 99 روز. یعنی که ما در درسی چهلم یا که همون چهلم روز هستیم. تقریبا 50 چند درسی دیگه موندگی. خب در این 40 درس کسانی که نبودن خیلی موضوع مهم را گرفتگی هستیم. میتونید درس های گذشته رو مراجعه کنین و درباره گفتن وقت، یعنی طرز گفتن وقت و جواب دادن درباره ساعت ها، یعنی مختلف ساعت 5 ساعت 6 ساعت 7 و 15 7 و 10 دیگر اینها رو در درس های گذشته گرفتگی هستیم. دیگر طرز گراماتیکیشان نمیگیریم، اما همین اصطلاح ها در یک بگیم که مکالمه یا که همون دیالوگ استفاده میکنیم. در این دیالوگ، در این گفتگو، مثلا یک زن و شوهر به شب نشینی رفتستن در داخل نقلیات یا ماشین و زن فکر میکند که دیر کرده است و شوهر میگه که آرام باش، وایما نکن، دیر نکرده استین دیگر. خب از رفتی این مکالمه معلوم می شود. اما درباره اینکه ساعت چند است، ساعت 5 است، ساعت 5 و 10 است، یعنی با چند وریانت ها، با چند طریقه شما میتونید با درس های که در اولی این کورس است، یعنی با درس های پیشینه مراجعت کنید. خب اوکی، let's go. در این گفتگو، در این مکالمه، دلارام همراه دلشد اشتراک دارند. خب اینها زن و شوهر هستند، در داخل ماشین قرار دارند و به یک شب نشینی رفته هستند. دلارام میگوید که what time is it? What time is it? خب وقتی که ما بخوایم که از یک نفر بپرسیم که ساعت چند است، از همین اصطلاح استفاده میکنیم. What time is it? 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 یعنی ساعت چند است؟ We are going to be late. We are going to be late. اینجا we در اصلش اینجا we are هست. We are یعنی همون verb to be است. We are going to be late یعنی ما دیر کرده استیم، یعنی دیر میکنیم. Going to خب برای زمانی آینده است، یعنی دیر میکنیم. ساعت چند است؟ ما دیر میکنیم. خب we are going to be late، ما دیر میکنیم. خب دلشاد میگوید که it's a quarter after 7. ساعت 7 و 15 هست، یا اینکه از 7:15 تا گذشت. 7 و 15 we are on time یعنی ما در وقتش هستیم. در یعنی وقتی که همسرش گفت که ما دیر کرده استیم، میگه که ساعت 7 و 15 است، یعنی ما در وقتش رفته استیم، در وقتش رفته استیم. وقتی که دلشاد گفت که ما در وقتش رفته استیم، باز بعد این خب میگه که don't panic. Don't panic به معنی همون don't worry است. Don't worry یعنی خواطر نباش. Don't panic میشود که واهمه نکن، واهمه نکن. یعنی زن و شوهر، یعنی وقتی یک نفر میگه ما دیر کرده استیم، ما دیر کرده استیم، بعد شوهر میگه که اوچش واهمه نکنید، ما در وقتش رفته استیم، واهمه نکنید، ما در وقتش رفته استیم، یعنی که دیر نکرده استیم.
وقتی گپ از دلشاد میشنود دلارام میگه که but I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for their surprise party. But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. من فکر میکردم که ما ساعتی 7:30 باید که در طربخانه باشیم برای یک شامانه یا که جشن ناگهانی، یعنی سورپرایز. همون سورپرایز یعنی سورپرایز ناگهانی می شود، یعنی یک شامانه یک سورپرایز بگیم ده. we will never make it there with all this evening traffic. ما هیچگاه در اون شامانه رفته رسیده نمیتونیم وقتی که این همه نقلیات های شامانه هست، بگاهی، نقلیات های بگاهی هست. مثلا یعنی وقتی که بگاه می شود ماشین ها زیاد میشن، یعنی که ماشین که زیاد شد عادتا دیر میکنیم. مثلا بعدا دلشاد میگه که sure we will البته ما میباشیم چی؟ یعنی ما در وقتش رفته میرسیم در همونجا، در همون شب نشینی مثلا یا خوراک شامانه. مثلا rush hour is almost over. یعنی که rush hour یک اصطلاحی هست که ساعتی شتاب، ساعتی شلوغی، ساعتی سرماشینی. یعنی عادتا وقتی که ساعتهای 6-7 می شود مردم هم از کار طرف خانه می روند، هم با بگیم که نقلیات های عمومی یعنی اتوبوس و دیگر چیزها، مارشروتکه ها، و هم با ماشین های شخصی الکی بگیم که راه تنبه می شود، زحمه می شود، یا با زبان روسی پروبکا می شود. انا همون ساعتی rush hour می شود. rush hour یعنی ساعتی شتاب، ساعتی سرماشینی. is almost over یعنی همون ساعت میگه که به پایان رسیده است، همون ساعت به پایان رسیده است. خب anyway به هر حال the party starts at 8 o'clock و به هر حال شب نشینی یا همون جشن ساعتی 8 آغاز می شود، ساعتی 8. اما زنش فکر میکرد که ساعتی 7:30 آغاز می شود. به همون خاطر گفت که اگر این خیلی که ما رفته استیم در بگیم که تنبه و زحمه و پروبکا، ما ساعتی 7:30 در اونجا شیده نمیتونیم. بعدا این دلشاد گفت که ساعتی 7:30 نیست، ساعتی 8 است. But I do need help with directions. لیکن من به جای احتیاج دارم، به یک مکان احتیاج دارم. یعنی به یک مکان به معنی چی؟ به معنی که ماشین موندن به یک مکان. Can you call the restaurant and تو میتونی که به طربخانه زنگ بزنی و ask them where we park our car و میتونی بپرسی که ما ماشینمون در کجا بمونیم. و دیلارام گفت که اوکی 1 minute. خوب، یعنی اوکی خوب 1 minute، یک دقیقه. خب به همین گفتگوی امروزه تمام شد و حالا دیگه زنگ میزنن میگن که ماشینمون در کجا مونه و میرن ماشینشون رو میمونن و طرفخانه میدروین ما و شما در همینجا میشینیم. خب به همین درسی 40 ما با پایان رسید. گفتگوی 25 بود درباره خواب، وقت یعنی که زمان. Thank you so much for watching this video, and please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. تشکر از یکی شما برای دستگیریتون و برای تماشای این نوار. و اگر کسانی که از شما توانند خوب نشر کنید نوار به دوستانتون، به یار و رفیقانتون. تا درس های نوبتی موفق و سربلند باشین. خدا نگهدار. Goodbye.